چشم چطوری چشم؟ خب سلام خسته نباشید خدمت دوستان گل نازدنی شنگ تو سونگ برو. آقا چطورین؟ خیلی مخلصم. امروز میخوایم راجع به چارلی کرک با هم دیگه صحبت کنیم. کی بود؟ چیکار کرد؟ کجا بود؟ اصلا چه خبره؟ وفا ما این نمیشناسیم. یه عکسش دیدیم، خبرها راجع بشه. چطور شده؟ وفایی کی بوده؟ چیکار کرده؟ بیا توضیح مختصری به ما بده بفهمیم چه خبره. من امیروفا پرویان هستم و اینجا کانال فور وفا فوره. قبل از اینکه شروع کنم میخوام یه سری توضیحات کوچیکی بدم که اشتباه برداشت نشه. بعضی از آدما تو فضای مجازی کلا فکر میکنن من کمونیستم، مثلا چپم، مثلا چون با پادشاهی مخالفم و چه میدونم با دینم که مخالفم و ایکولوی کذاییو هم که گذاشتم و فاز چگوارا و ها ای چپه، یعنی دایرکت به من میدن و چپ هرگز نفهمید منظورش منه. چپ تو همون امثال گل سرخی هستین. خسرو گل سرخی نمیدونم حالا میشناسین یا نه، زمان شاه کمونیستی بود اعدامش کردن، نمیدونم دیدین فیلمش، هم قیافش میکنه انگار سوراخ کون حرف میزنه یوری امپریالیستی. من همونم که نظرات مارکس و لنین را در احکام اسلام دیدم. خود تو گوه خوردی. حتی درسته به نظر من اسلام و کمونیست اتحاد خیلی خطرناکه. ولی نه، بند شخص اینایی که حرفا رو میزنن اصلا سواد سیاسی نداره. یه چیزی فهمیده ها این چپا با این بدن با اون هم بدن، این چپا خدا هم که فلان، دینم که فلان، داره ارباب رعیتی هم میکنه چپا. نه، این یه دیدگاه خیلی سطحی از احزاب سیاسی و چپ و راست داره. خب به خصوص چون این ویدیومون راجع به احزاب سیاسیه، من لازم دونستم که قبلش این صحبت رو باهاتون داشته باشم. من خودم راستم، یعنی از لحاظ افکار سیاسی واسه کشور و اقتصاد همه چی راستگرام. حالا تفاوت راست و چپ خیلی تفاوت زیادی دارم، ولی من میخوام مثلا بگم چرا من بیشتر راستم. چون من بیشتر به دولت کوچیک اعتقاد دارم، یعنی نباید دولت دست تو همه کار بکنه، دولت باید کوچیک باشه، کمپانی خصوصی بزرگ، بازار آزاد. من به این چیزا اعتقاد دارم. خب طبیعتاً میگم پس فلان، نه بیشتر سمت راست عقاید سیاسی من. بعد این که مثلا احکام دینی توی سیاست نباشه این ربطی به راست و چپ نداره. کلا اون مال قانون اساسی کشوره. قانون اساسی آمریکا تو هر حزبی باشی نمیتونی دینو بیاری وارد قانون بکنی. این از قانون اساسی کشور، ربطی به راست و چپ نداره. یا مثلا ارباب رعیتی، تو دیگه رعیت کسی نیستی. بعد من میگم ارباب رعیتی سیاسی. من با دست بوسیدنا، خم شدنا، چاپلوسیا، با این چیزا مخالفم. اگر هر کمپانی ها سی او داره، رئیس کمپانی داره، فلان میشه، خب طبقه بندی اجتماعی که تو همه جوامع هست. یعنی من خودمو بیشتر سمت یعنی اینجوری بگم عقاید راست ها بیشتر با عقاید من تو چپا. مثلا همه چیم باشون موافق نیستم، ولی بیشتر راستم. مثلا ملیگراها یا نشنالیستا راستن که راست خیلی افراطی تبدیل به فاشیست میشه. چپ هم هر چپی کمونیست نیست، هر چپی بد نیست. چپ ها بیشتر عقاید سوسیالیستی دارن، دولت بزرگ، مالیات زیاد، درآمدها همه به همدیگه نزدیک باشه، سوبسید دادن خیلی زیاد، دولت بزرگ میشه. یعنی دولت اکثر قدرت ها رو میگیره دست خودش، یعنی خصوصی سازی خیلی کمتر صورت میگیره. افکار سوسیالیستی که چپ افراطی میشه کمونیست. مثلا این مصدق بدبخت رو چپی میکنن، مصدق چپ نبود، چون آزادی سیاسی به همه میداد. آخوندا چپا همه اجازه فعالیت سیاسی داشتن، مثلا این بهش انگ میچسبونن. یا نفت و ملی کرد، میگن این نفت ملی شدش چپیه. نه، نفت از زیر دست انگلیس کشید بیرون. یارو میگه آره الان من تو خونم نفت پیدا کنم مال من نیست، مال مردم ایرانه. خب این نفت ملی که چون دست تو شرایط سیاسی و موقع هم در نظر بگیری. How exactly did America become enemies with Iran? Well, what had happened was, back in 1951, Iran was a rising nation, starting, a path to democracy, thanks to a new leader named Mohammad Mossadegh. Yeah, this guy. But Mossadegh was incredibly popular in Iran, and for one major reason. You see, before him, Great Britain controlled Iran's oil fields for decades, and Mossadegh, he kicked the British out. Yeah, and now, of course, the British did not like that, because if there's one thing that makes white people angry, it's taking back what they took from you. Britain and Iran were feuding, and both of them turned to America for help. Iran asked America to help protect their democracy, and Britain was like, hey, yo, America, do you want oil? And America was like, yeah. Iran's democratically elected Prime Minister, Mohammad Mossadegh, is overthrown in a coup organized by the CIA.
clearing the way for closer energy ties between Washington and Iranian monarch Mohammad Reza Shah Pahlavi. Ouch. Ouch. Iran asks the US for help, and then the US overthrows them using the CIA. It's like Iran called 911, and then the cops came and shot them. Until this day, Iranian people are still mad about the US toppling its government, and I don't blame them. Because think about how mad America is because Russia sent some Facebook posts. Now imagine Iran. And what made Iran even angrier is how easy it was for America to do it. Kermit Roosevelt. Theodore Roosevelt's grandson was the CIA man who plotted the overthrow of Iran's prime minister. You had $1 million in cash to run the coup, right? Well, that's right. And we used about $60,000 of it. God damn. America overthrew Iran's democracy for just $60,000. That's like the cost of an Audi Sportback without the sunroof. So after the US overthrew Iran's government, the relationship has never been the same. And so that's basically why we are where we are today. So the next time someone asks you why Iran and America aren't friends, just tell them what had happened. What do you actually know about Iran? Persia was a great power, and then Iran took a turn for the worst. Interestingly enough, there was the Shah of Iran, and then the Shah was displaced by Mossadegh. Mossadegh was democratically elected. Now, to be very fair, the United States and Britain got rid of Mossadegh, and then we reinstalled the Shah. Bad decision, which then led to the Iranian Revolution, where radical Islam took over Iran. حالا بگذریم. من گفتم این توضیح ریزی بدم که یه سری ابهامات برطرف کنم. تهمتایی که خب دیگه یه سطلی ها رو دیگه میشناسین همتون. پهلویچی‌ها واقعا از هیچ چیزی آخه سطح سوادشون هم خیلی پایینه. نگاه بدیش اینجاست. اینقدر سطح سواد پایینه، نگاه تو باید از یه حدی بالاتر باشی که بهش باید بحث کرد. اینقدر سطح سواد پایینه که نمیشه بحث کرد حتی. چارلی کرک تو سال 1993 14 اکتبر به دنیا اومد. منم 1993 ام. دقیقا همسن من چارلی کرک. تو شهر شیکاگو به دنیا اومد، توی خانواده محافظه‌کار، یعنی خانواده‌اش علاوه سیاسی محافظه‌کار بودن. پدرش معمار بود که سابقه مشارکت تو ساخت برج ترامپ رو داشت. مامانش هم معامله‌گر سابق بورس بود که تو کار سلامت روان هم فعالیت میکرد. چارلی کرک از بچگی علاقه خودش رو به سیاست و اقتصاد نشون میداد. معمولا افرادی که اویرنسشون زیاده، افراد باهوشی هستن، این افراد علاقه زیادی به اقتصاد کشورشون و سیاست دارن و تو کار دخالت میکنن، چون میدونن تو سرنوشت کشور و سرنوشت خودشون و هم وطنهاشون تاثیر داره. واسه هم کسی که میگه سیاسی نیست انگار یه آدمی که بگه روح نداره. سیاسی هستم یا نیستم یعنی چی؟ یعنی برات مهم نیست چه اتفاقی کی برای تو بچه‌ها تصمیم میگیره، کی واسه تو قانون گذاری میکنه. چارلی کرک آدمی نبود که رد بشه راحت از کنار این مسائل و دخالت میکرد و از جوانی و نوجوانی علاقه خودش رو به سیاست و اقتصاد نشون داد و حتی تو دبیرستان از جوانترین کارزارای انتخاباتی مارک کرک بود، جمهوریخواه ایلینوی. فعالیت خودش یعنی از جوانی شروع کرده بود تو سیاست. تو 17 سالگی یه مقاله نوشت به نام بایاس یا سوگیری که به دخالت لیبرال ها تو کتب درسی بچه ها پرداخت. توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد و توی فاکس بیزنس دعوت شد. او رویای پیوستن به آکادمی نظامی داشت. جالب، علاقش بعضی جا خیلی چیمنه، وست پوینت. ولی تو سال 2012 اتفاق نیفتاد. خودش میگه به خاطر سهمیه بندیایی بود که این لیبرالا و چپا انجام دادن و باعث شد اون صندلی که حق من بهش نرسیدم. همینجا بود که بیشتر به راست ها گروید. او برای مدت کوتاهی تو کالج تحصیل کرد و بعد تحصیلش رو رها کرد تا تمام انرژیشو بذاره روی فعالیت سیاسی و وارد فعالیت سیاسی شد. پوزو، این پوزو رو دیری جو کردم ها، گفتی این سری آچف پوزو رو جو کنم. این موزیکو رو میخوام بعد این پوزو بذارم برات وقتی که میخواد برد فعالیت سیاسی. ابرو رو دقت کن. یعنی بابا لایکو بزن دیگه برامون، بابا لایکو بزن، چون قضیه خطریه یا با اسنایپ وایسادن اینور اونور، چون قضیه راجب چارلیه. قیمت لبات نمیپرسم. ترقوت برای آمو چند؟ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. تو سال 2012 توی گرد همایی نقطه عطف زندگی چارلی کرک رقم خورد. او با یه آدم کلیدی اینجا
معاشرت کرد و آشنا شد. بیل مونتگومری، فعال کهنه‌کار جنبش تی پارتی. مونتگومری 10 سال از چارلی بزرگتر بود، ولی خب استعدادو میدید تو چارلی. قدرت سخنوری خیلی مهمه. تو فعالیت سیاسی تو بلد باشی حرف بزنی، باید بدون که یه چیزی بذارن جلوت بتونی حرف بزنی خودت. این قدرت رو داشت، واسه همین میرفت تو دانشگاه مستقیم با مردم حرف میزد. آدمای باهوش رو تشخیص میدن. چارلی رو دید و تشخیص داد این آدم باهوشیه. نگاه کنید، من تو این ویدیو دارم حتی الامکان تلاش میکنم بدون سوگیری که نه تایید کنم نه تخریب داستان زندگیشو برای شما تعریف کنم و شما هم سعی کنین با ذهن باز ببینید چه آدمی بود. هر آدم یه سری خوبی‌ها داره، یه سری بدی‌ها. تو با یه سری چیزاش مخالف باشی، یه سری چیزاش موافق باشی، ولی اینکه بخوای بیای بگی مثلا چارلی که آدم باهوشی نبود یا آدمی نبود که قدرت سخنوری داشته باشه، حاضر جواب نبود و اینا، خب معلومه داری اشتباه می‌کنی. تو 18 سالگی، تو همون سال 2012، چارلی کرک بعد از اینکه مونتگومری هم ترغیبش میکنه و هوات دارم و برو، یعنی یک شخصیت سیاسی قوی و کهنه‌کار پشت سرش بود، میاد کمپانی ترنینگ پوینت و ترنینگ پوینت USA راه اندازی میکنه که فعالیت سیاسی انجام بده. تو اجلاس ملی جمهوری خان تو همون سال 2012 با یه شخصیت کلیدی دیگه آشنا میشه، فاستر فریس. این آدم یه آدم میلیاردر بوده، یعنی 2 پا میخواید تو سیاست بخواید تاثیرات کلیدی داشته باشی. یه پات برش سیاسی و افراد سیاسی هستن که بیان پشتت رو تایید کنن، یه پات حمایت مالی. تو این اجلاس چارلی تونست این میلیاردر رو ترغیب کنه و بهش ثابت کنه تو همون یه باری که دیدش این کمپانی که زده آینده داره و تونست یه چک توپل واسه حمایت از کمپانیش از این آدم میلیاردر بگیره. همین اقداماتش باعث شد که به یکی از چهره‌های مطرح توی گروه تو قشر جوونا باشه واسه محافظه‌کارا، قشر راست، که چی کار کنه این کمپانی. هدفش تبلیغ افکار راستگرایانه بین دانش آموزا، گرفتن ممبر، گرفتن طرفدار، ترویج افکار محافظه‌کارانه و بازار آزاد. در صورتی که اعتقاد داشت تو اون زمان این چپا خیلی داشتن رو ذهن بچه‌ها تو دانشگاه، رو ذهن جوونا و دانشجوها و دانش آموزا کار میکردن، واسه همین این کمپانی میخواست بیاد اونا رو کنسل کنه. خب چپا کمتر به راستای بازار آزاد اعتقاد دارن دیگه، بیشتر همه چی میخوان دولتی کنن، دولتی بیشتر به سمت کمونیست میره افراطیش. راستا نه، بازار آزاد. ولی خب یه سری افکار نژاد پرستانه میتونه توشون شکل بگیره، به خصوص راستای افراطی که میتونه به فاشیست تبدیل بشه، واسه این باید حواسمون باشه. اون وسط، مثلا من اون وسط تو هم یه ارزه رو به راستم، یعنی بخوام بیفتم قش بکنم راستی قش میکنم نه چپی. کاری که کرد این کمپانی، اومد پروفسور واچ لیست، یه لیستی رو تهیه کرد که پروفسورها و اساتیدی که باید حواسون بهشون باشه، اینا دارن افکار لیبرالی رو پخش میکنن بین جوونا و باید میگفت حواسون به اینا باشه، نفوذ چپ داره صورت میگیره. از یه طرف دیگه مخالفاش میگفتن این کاری که کرد تهدیدی واسه آزادی آکادمیک میدونستن، یعنی میگفتن دست اساتید رو میبنده و نمیتونن آزادانه طرز فکرشون رو به دانش آموزا انتقال بدن. یعنی خب از این طرف، از اون طرف هم میگفتم این داری ممنوعیت ایجاد میکنی. تو سال 2021 با اریکا ازدواج میکنه چارلی، ملکه زیبایی ایالت آریزونا. یه دختر گیرش میاد، یه پسر گیرش میاد. خود کرک گفتن توی یه خانواده مذهبی پروتستان به دنیا اومد و بزرگ شد، یعنی خب پیشینه مذهبی داره. واسه همین بعضیا فکر میکنن من چون زده مثلا چپم، میگن مذهب تو سیاست نباید بیاد. حالا شاید یه سری راست مذهبی باشن، مسئله نداره، ولی قانون اساسی آمریکا نمیذاره دین بیاد تو سیاست، اون مهمه. حالا چپ یا راستش اینا همه باید طبق قانون اساسی عمل کنن. یعنی به خاطر اینه که بعضی فکر میکنن من عقاید چپی دارم، چون معمولا راستا پیشینه مذهبی دارن یک کمی. این چپا هستن که معمولا خیلی ریستریکتن که میگن دین از سیاست جداست. مثلا به فرض مثال چپان که میگن که ابورشن یعنی سخت جنین تو زنا باید هر کاری میخوان میتونن انجام بدن، ولی راستا هستن که به خاطر پیشینه مذهبی که دارن میگن نه شما دارین آدم میکشین، نمیتونین که سخت جنین انجام بدین. تفاوت هر کاری دلش بخواد میتونه با بدنش انجام بده اون زن بدون اجازه هیچ کسی، نه باباش نه شوهرش نه هیچ کسی نباید. فقط نظر خودشه که میخواد الان با بدنش چیکار کنه. این نظر شخصی منه، واسه همین میگم همیشه هم من راست نیستم. بعضی وقتا نظرم با چپا نزدیکتره. مثلا تو سخت جنین اینا با هم دیگه اختلاف دارن دیگه.
راستا میگن سخت جنین به خاطر پیشین مذهبی قتل و اینا، چپا میگن نه چون خیلی ضد دینن. برای همین بعضیا اشتباهی منم چپ میدونن، میگن چون وفام پس با دین و اینا مشکل داره پس چپه. نه عزیزم، نه، من افکار سیاسیم خیلی راستیه، به خصوص افکار و ارزش‌های کلان راستی، نه این خرد پردایی که شما تازه حالا 4 تا اینترنت رفتی خوندی. اون اقتصادی که راستا میخوام پیاده کنن رو اندازه دولت، بقیه فاکتورایی که راستا دارن، من بیشتر رو به راست قش میکنم. ایشون هم توی خانواده پروتستان، مسیحی پروتستان به دنیا اومد و بزرگ شد و طبیعی پیشینی مذهبی هم داشته باشه. حالا قضیه پروتستانا چیه؟ نگاه، پروتستان همون مسیحیایی بودن که پروتست کردن و علیه کلیسا، برای کاتولیکا پروتست کردن. اگه دقت کنید تمام کشورهای پیشرفته هم همین انگلستان، آمریکا، اینا پروتستانا بودن. کاتولیکا هنوز چون دین خیلی توشون، حالا نمیخوام دوباره وارد بشم، بیخیال ها، اینجوری بوده، پروتستان بودن. اینجا بود که دیگه کرک شروع کرد کمپانیشو گسترش دادن و شدید روی ارزش‌های راستگرایانه کار میکرد. همونجوری که گفتم، مالیات کم، دولت کوچیک، بازار آزاد، چیزی که دقیقاً چپ‌ها مخالفش فکر میکنن. بازار خیلی نباید آزاد باشه، مالیات ها باید بالا باشه، دولت باید بزرگ باشه. خب این داره مخالف چپ‌ها هی تبلیغات انجام میداد و عضو میگرفت، طرفدار پیدا میکرد. و چون یه آدم مسیحی معتقد بود و خیلی از چیزاش سنتی بود، حتی گفتم با سخت جنین هم مخالف بود و میگفت یه قتل عمد نباید انجام بشه. مثلا میگم من همه جا با راستا موافق نیستم، مثلا اینجا جایی که با راستا موافق نیستم، اینجا با چپ‌ها موافقم. میتونی به من بگی چپ ترین راست، میدونی؟ این چیز خوبی، من چپ ترین راستم. چارلی کرک حتی موضوعای خیلی قدرتمندی به علیه جامعه LGBT، همجنسگرایان، کسایی که جنسیتشون رو عوض کردن و مخالف اینا بود، مخالف حمایت از اینا بود، مخالف جنبشای حمایت از این اقشار، از گروه ها بود که این خیلی واسهش هیت جمع آوری شد. خیلی ها هیتش کردن و از طرف خیلی ها نگاهش حمایت کردن. میگفت این جریان بنیان خانواده و ارزش‌های مذهبی رو تضعیف میکنه. حالا میبینید ارزش‌های مذهبی، نگاه این مذهب که توش میکنن من اذیت میکنه. واسه همین میگم من چپ ترین راستم، به خاطر این مذهبی که توی به خصوص بعضی از این راستگرایانا خیلی مذهب زیاد میکنن. مثلا خود ترامپ میگفت ما بایبل رو نمیتونیم درس بدیم. برای چی تو بایبل تو درس بدی؟ از اون طرف من قبول دارم نباید گرایش جنسی رو به کسی تحمیل کرد. به نظر من، نظر شخصی من اینه که همه هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه و اعضای بدن خودته، هر کاری دلت میخواد میتونی باش بکنی، ولی نمیتونی بکنیش تو چش بقیه. نمیتونی، به نظر شخصی من به نظر من نمیتونی بری تو مدارس و اینور اونور تبلیغای افراطی انجام بدی جلوی بچه‌ها، ولی تو همون جوری که واسه دینش مخالفم. من میگم تو حق نداری بری تو مدرسه به بچه‌ها ایدئولوژی بخورونی، ایدئولوژی حالا مسیحی باشه، اسلامی باشه، هر مدلیش. همون جوری هم واسه اون. ولی تو خونه خودت هر جور دلت میخواد میتونی عبادت کنی، هر دین دلت میخواد داشته باشی. نظر من راجع به اونا هم همین، اونا هر کاری دلشون میخواد بدن خودشون میتونن بکنن، ولی دیگه به نظر من داخل مدارس تحمیل کردنش به دانش آموزای کوچیک یا مثلا دیگه افراطی بازی در آوردن، اینا رو من مخالفم. و حتی مخالف جنبشایی بود که مدافع حقوق LGBT ها بودن، خیلی با ترنس‌ها میگفت مثلا تو ورزشای زنونه میرن شرکت میکنن کسایی که مردونه زن، با اینا مشکل داشت چارلی و میگفت اینا بنیاد خانواده و عقاید مذهبی رو مورد حمله قرار بده. خب نگاه کن، همین مذهب که میکنن من اذیت میکنه دیگه. همین مذهب که میکنن من اذیت میکنه. همین چیزاشون دیگه با راستا مشکل دارم. کرک میگفت ملت کشور در حال دو قطبی شدنه. یعنی اینا دارن سعی میکنن با جنبش‌های LGBTQ، اسلام سیاسی و اینا کشور رو دو قطبی کنن، این چپا، و باعث نابودی کشور بشن. این چیزی بود که میگفت و از همین راه خیلی طرفدارای دو آتیشه پیدا کرد و همینطور دشمنان خیلی خونین. نقش دیگه‌اش جذب هواداران واسه دونالد ترامپ بود تو سال 2015 که خیلی کمک کرد به کمپین دونالد ترامپ که بتونه رای بیاره، جوونا رو خیلی ترغیب میکرد که به دونالد ترامپ رای بدن. چارلی با خانواده ترامپ به خصوص بچه‌هاش هم رابطه خیلی نزدیکی داشت. اینجا بود که دیگه حتی یه پادکست زد که میلیونی ویو میگرفت، ویوهای پادکستش خیلی زیاد بود. بعضی وقتا تو توییتر به خاطر اینکه میگفتن اخبارش بعضی وقتا دروغه و اشتباه میکنه، توییتر خیلی محدودش میکرد،
این رشد کانالش رو کنسل کرده بود که خیلی ریکامند نشه. بیشترین چیزی که چپا بهش میدن میگن تو این خیلی دو قطبی سازی میکرد. حالا میخوایم واکنش‌ها و جنجال‌ها و انتقادایی که نسبت به چارلی کرک میشد با هم دیگه بررسی کنیم. اتهامات نژاد پرستانه و اظهار نظرهای تند. این میگفت مزیت سفیدپوستان افسانه، اساسا همچی چیزی نبوده که نژاد پرستی کجا بود. میگفت این چیزایی که ممنوع کردن و میگفت میگن نژاد پرستی نکنین فلان بیساری، آزادی بیان رو از بین برده، اصلا اینجوری نیست. انتقادات دیگه ضدیت بر علیه جوامع LGBT بود که اینم خیلی خبرساز شده بود که میگفت اینا میخوان دارن به نوجوان‌ها رو فاسد میکنن. خب طبیعتا تو جامعه آمریکا خیلی هیت برات میخره، به خصوص کسی که خیلی استیبل نیستن میتونن به ضربه وارد کنن. میگه اصلا هویت ترنس، چارلی کرک میگفت که هویت ترنس انگشت وسط به سمت خداونده، یعنی خیلی اظهار نظرهای تندی میکرد نسبت به این مسئله. نظر شخصی من اینه که به من مربوط نیست طرف میخواد با بدنش چیکار کنه، به من هیچ ربطی نداره. یعنی من هیچ گونه گارد تندی نسبت به افراد نمیگیرم، افراد LGBT، ترنس، همه اینا. من رو وادار کردن و خوروندنش به زور به بقیه مشکل دارم، همون جوری که با بقیه ایدئولوژی‌ها این کارو کردن مشکل دارم، حتی اسلام، حتی بقیه دینا، که بخواد بری تو مدرسه به زور به بچه درس ایدئولوژی بدی. انتقاد بعدی میگفتن انتشار اخبار نادرست به خصوص راجع به کرونا و انتخابات. خیلی نسبت به واکسن و اینا گارد بدی گرفت، نسبت به تعطیلی‌ها گارد بدی گرفت، انتخابات رو میگفت تقلب شده، حتی داشتن میرفتن دم کنگره میگفت اتوبوس فرستادن و فلان میسا که بعد گفت نه ما نفرستادیم، ترنینگ پوینت نبود و این صحبت‌ها. خیلی به شدت هم از اسرائیل حمایت میکرد و از همین هیت خیلی زیاد به سمتش بود، به خاطر حمایتش از اسرائیل، بعد از حرفایی که راجع به فلسطین زده بود، گارش نسبت به LGBT. یعنی یه جور میشه گفت که هر دو طرف توشون دشمن داشتن نسبت به آدم. متوجه چی میگم؟ یعنی معمولا چپا با LGBT و اینا خیلی مشکلی ندارن، یعنی خیلی آزاد میذارن، به خصوص تو این قضیه. مثلا سخت جنین چپا آزاد میدونن، هر کاری زن میخواد با بدنش میتونه انجام بده، راستا اینا رو نمیدن. از این طرف دیگه چپا معمولا خیلی موضعشون مثل راستا پرو اسرائیل نیست، یعنی خیلی به سمت اسرائیل اندازه اینا قش نمیکنن. خب این هم با LGBT اینا مخالف بود، از اون طرف میگن او پس خوبه دیگه چون با اینا مخالفه پس حتما اسلامگراها و اینا باید نه، چون از اون سمت اسرائیل هم بود و به فلسطین صحبت کرده بود، از اون طرف دشمن اجوری هم داشت. یعنی هر دو طرف توشون این دشمن واسه خودش جمع کرده بود که سرانجام یه بچه 22 ساله توی که از این جایی که میرفته سخنرانی میکنه به شلیک کرده. حالا تئوری توتم خیلی زیاده، نگاه کن تو فضای مجازی نباشی. این مثلا من با آدمای زیادی سر کله میزنم، دایرکت زیاد میگیرم، کامنت زیاد میگیرم، میفهمم که یه خبر دروغ چقدر میتونه زود پراکنده بشه و مردم باورش کنن. خیلی راحت ها. مثلا این تئوریای توته که هی سری میپیچه، اینا اکثرا دروغ از نظر من. مثلا همین راجع به این نمیدونم فلان کشتش، نه خود راستا کشتنش، چپا کشتنش، اسرائیل کشتش، اصلا فلان، این صحبت زیاده. این نظر شخصی من، نه این جوون از رو احمقی رفته کار کرده، این نظر شخصی منه. معمولا این جوونم عقاید چپ داشته، چون میگن روی تیر نوشته، شاید نمیدونم راسته یا نه، مثلا بگیر فاشیست، مثلا یه چیزی میگن اینجوری نوشته. معمولا چپا که میخوان به راستا فوش بدن بهشون میگن فاشیست، راستا که میخوان به چپا فوش بدن بهشون میگن کامونیست. یعنی چون منتهی علیه تندرو دو طرفش، اون میرسه به فاشیست، اون میرسه به کمونیست. به نظر من تایلر رابینسون هم جوانی 22 ساله که کاری کرده، یه آدمی بوده با عقاید چپ، هم حالا گرایشش چی بوده، به خاطر LGBT اینا ناراحت شده، به خاطر ترنت‌ها گفته ناراحت شده، به خاطر جبهه‌ای که نسبت به اسرائیل و غزه گرفته ناراحت شده، سر یه چیز ناراحت شده و رفته تیراندازی کرده به آدم توی که از اون جایی که نشسته بود صحبت می‌کرده. چون تو راست افراطی هم دشمن داشت، خیلی راست افراطی میگفتن تو به اندازه کافی راست نیستی، تو خیلی داری چی ملو عمل میکنی. از طرف بعضی از چپا بهش میگفتن نه تو راست افراطی هستی، نژاد پرستی فلان میسار، چون راست افراطی میشه فاشیست و نژاد پرست دیگه. چپ افراطی میشه کامونیست، نه همه یکیان، همه یه جورن، همه یه رنگن، همه اصلا کسی قرار نیست اونقدر زیاد پولدار باشه، همه شرکت‌های خصوصی گنده قرار نیست باشن، دولت باید خیلی گنده باشه. مثلا کانادا نسبت به آمریکا خیلی چپ تره، اگه دقت کنید مالیات ها خیلی بالاستن ولی هلت کیر به همه مجانی میده. این نوع رفتار بهش میگن رفتار چپگرایانه، مالیات بالا،
مثلا هلتکر همگانی، اینا رفتار راستگرایانه معمولا اینجوری نیست. خصوصی سازی بیشتر، تکس کمتر، دولت کوچیکتر. من اینای راست رو دوست دارم. مثلا نژاد پرستی و اینا که تو راست افراطی میاد، یا مثلا جبهه خیلی تندی که نسبت به LGBT ها میگن، یا مثلا خیلی از گاردایی که نسبت به سقط جنین و اینا رو دارن. من بیشتر سمت چپا هستم اینجا. واسه همین میگم در آخر بخوام انتخاب کنم من راستم، ولی یه بچه نیم نگاهی هم به بعضی از افکار چپا دارم. ما تو ایران گیر یه سری افراد روانی افتادیم که اکثرا هم طرفدارای پهلوی هن. یعنی از هر کاهی کوه میسازن. تو نگاه مثلا این مجسمه ساز بنده خدا رو نگاه کن، چه حرفی راجع به این بدبخت فلک زده زنگ مجسمه سازی بوده، حالا یه جایی حرفی هم زده عقاید شخصیشو گفته. چرا نمیتونی یکی قبول کنی عقاید شخصیش با تو مخالفه و به جایی وصل نیست؟ چرا فکر میکنی توی یکی عقایدش با توی فاشیست یکی نیست به حکومت وصله؟ شما نهایت فاشیستین. طرفدار پهلوی خود فاشیست. میخوای ببینی فاشیست چجوریه؟ نگاه طرفدار اینا کن. دیدی یه حرفی مخالف اینا میزنی چون انگ صادراتی و اینا بهت میزنن، یا چپول یا مجاهد یا صادرات، اینا فاشیستن. مشخصه یه آدم فاشیسته که نمیتونه قبول کنه. یه مجسمه سازی هست، کوروش دوست داره، عقایدش هم حالا بعد جا با من موافق نیست، داره یه کاری انجام میده، نشسته از اونور دنیا آمریکا این فلانه، این پروژه بدبخت فلک زده اصلا نمیدونه پروژه چجوری مینویسن. اینا خیلی به راه آزادی ما ضربه زدن ها. یک زمانی تاریخ خواهد نوشت که این پهلویچی ها حتی بعد از اینکه حکومتشون ساقط شد مانع رسیدن مردم ایران به آزادی شدن. نمیدونی اینا چه قشنگ سم فضای مجازی هست. ولی فاشیست یعنی این دقیقا نوع رفتار فاشیستیه. چارلی کرک خوب یا بد، به نظر من هیچ انسانی واسه حرف زدن و ابراز عقیده و عقیدهش رو ابراز کردن و گفتن نباید به این فجاعت کشته بشه که بخوای این کارو باش بکنی. من محکوم میکنم این اتفاقی که واسه این آدم افتاده بود. حالا تو هر جا باش مخالفی، این چارلی کرک رو بهش انگ فاشیستی میزنن. رفتاری که خودشون انجام دادن نهایت فاشیستیه. این چپا، من از همین چپا بدم میاد. بعضی وقتا رادیکال چپا خیلی خطرناکتر از رادیکال راست خواهد شد. واسه همین به نظرم این سیاسفیدی وجود نداره. این سیاسفیدی وجود نداره. مثلا واسه اونایی که نمیدونن، اوباما مثلا چپه، جزو حزب دموکراته. اوباما، کلینتون، بوش راسته، ترامپ راسته. تو خودت نگاه کرکترها رو نگاه کن. چپا معمولا خیلی معقول ترن، مثلا کچلواری شیطان پیتان تر، به خصوص تو سیاست آمریکا معقول ترن، مثلا استایل باوقارتری هن ببینیشون. نسبت به LGBTQ ها خیلی رله هستن، سقط جنین اوکی هن باش، دولت رو میگن بزرگ، اوباما کر. این حرکت چپیه دیگه. این حرکت دقیقا میاد جز حرکات لیبرالی. حالا راستا رو نگاه کن، تو شخصیت رو نگاه کن. جورج بوش، دانالد ترامپ، اینا معمولا داشمشتی تر و طرف مثلا یه ذره پیشینی مذهبی هم داشته باشن و مثلا استایل کابوی، اینا معمولا راستن. تفاوت چه حال متوجه شدین یا نه؟ قربون چشم مهربونتون برم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. امیدوارم که ایران زمین و کوروش بزرگ همیشه همراهتون باشه. قربون چشم مهربونتون برم. تا دیدار دیگر شما را به ایران زمین میسپارم. And I don't really care what you think of me respectfully.